قبلتون هستش، اینم بلافاصله بعد از کربونیدل. ببینید این قسمتی که صورتتون هستش که توی عکس هم نشون شما هم تو آینه دارین نگاه کنید تمام خطوط داشته، درسته؟ الان خطوط از بین رفته بالای 70%. زیر چشمتون این قسمت خطوط داشته ولی الان خطی ندارید. شما ژل تزریق کردید؟ نه خیر. چربی تزریق کردید؟ هیچ کاری تزریقی نداشتید، درسته؟ خب ببین خط خنده هاتون از بین رفته. تیرگی زیر چشمتون تا یه حدی، چون هفته‌های دوم بیشتر خودش نشون میده، چروکای دور چشمتون افتادگی و اسکاری که اینجا داشتید. حالا میخوایم بریم اون قسمتی که لکی داشته. لکتون رو میبینید از بین رفته. خطوطی که اینجا ببینید این قسمت خط کامل روی صورتتون بوده، الان خط شما میبینید؟ نه از بین رفته. خب میریم برمیگردیم. گودی زیر چشم شما بدون تزریق ژل بوده، درسته؟ از بین رفته. رضایت کامل دارید؟ بله. مبارک باشه. دست شما در خیلی راضی. خدا